حمله ای که کشور همسایه کشور پاکستان بر کشور عزیز ما افغانستان نمود که قلوب همه ما جریحه دار شد، چه اندازه از هموطنان ما به شهادت رسیدند. لحظا خدمت سروران ما عرض بکنم که توصیه ما به همه مسلمانان جهان، به همسایگان این هست که ما اگر صلاح پیشرفته داریم و اگر تکنولوژی خاصی در بخش نظامی داریم، جایش جای دیگر است که استعمال بشود. وقت غزه زیر بمباران بود، شما اونجا غیرت خود را نشان ندادید، ولی مسلمانان مظلوم و بی‌دفاع را به بهانه این که آقا مفتی فلانی صاحب اینجا تشریف دارد و شما در حالی که او در خاک خود شما بود و کنار مجاهدین و افراد خودش بود، شما مردم مظلوم و بی‌دفاع ما را مورد حمله و تجاوز قرار دادید که این محکوم هست و این کار زشت و ناروایی هست. ما راضی نیستیم و هیچ وقت مدافع جنگ نیستیم و همیشه امت صلحیم و تعلیم پیامبر ما ای هست که باید ما خیرخواه باشیم و به صلح دعوت میکنیم همه را. اما زمانی که کسی تجاوز بکند، هر تجاوزگری باشد، همسایه باشد و غیر همسایه، ما از حریم خود و از خاک خود و از جغرافیای خود دفاع میکنیم و دست هر متجاوز را و بینی هر متجاوز و طمعگر را قطع میکنیم. و الحمدلله سرحدداران ما، مجاهدین ما، قهرمانان ما، وزارت دفاع ما و نیروهای اسلامی ما همیشه بیدارند و در مرزهای ما حراست و حفاظت میکنند و مردم ما الحمدلله پشتیبان و حامی اونها هستند و همه اقشار مختلف جامعه از هر قوم و ملیتی که هستند همه با هم همصدا بدون کدام اختلافی از حریم خود دفاع میکنند و همه اظهار آمادگی کردند، همه همصدا کنار مسئولین و کنار مجاهدین خود برای دفاع هستند.